توجه ما را جلب کرد که ان هو الا ذکر للعالمین. واقعا بهترین پند، بهترین موعظه، بهترین اندرز برای جهانیان قرآن مجید است. من چند کلمه میخوام درباره قرآن عرض بکنم، به این امید که فقط قرآن کتاب ما در رمضان نباشد. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب نجات است. ببینید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از کجا به کجا رسیدند. همونطور که علامه اقبال میگه رهزنان از حفظ او رهبر شدند. ما خواندیم که ملت عرب چنان ملت بدون تمدن و بدون فرهنگ بود که تمام ابرقدرت ها تمام بلاد را اشغال کرده بودند. سوریه را روم گرفته بود، یمن را نمیدونم ایران گرفته بود، هر یکی را حبشه گرفته بود، هر یکی تحت سیطره یک امپراتوری بود. اما به سرزمین حجاز، اینجا که عربهای اصیل بودند، همه میگفتند اینا به چه درد میخورند، اینا نه فرهنگ دارند، نه تمدن دارند، نه قانون دارند، نه آیین زندگی دارند، اینا جنگلی اند، اینا وحشی اند. همیشه با جنگلی و وحشی از اونها تعبیر میشد. اما وقتی که قرآن آمد اینها را تزکیه کرد، قرآن آمد اینها را اصلاح کرد. قرآن چگونه اصلاح کرد؟ این ترتیب را به صورت مختصر خدمت شما عرض بکنم. ابتدا در آیات مکی دقت بفرمایید، بحث نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، زکات نیست، بقیه اعمال نیستند. در آیات مکی فقط عقایده، فقط توحید است. اول الله عزوجل میخواد تفهیم بکنه که شما بیایید و ربتون را اونطور که حق است بشناسید، در ذات و صفات یگانه بدانید، هیچ کسی را با او شریک نسازید. برای اینکه این مسئله تفهیم بشه، اینجا بیفته، خداوند مثال ها بیان کرد. مثال عنکبوت بیان کرد، مثال مگس بیان کرد، مثال غلام بیان کرد که یک غلامی مال 10 نفر است، همه با او درگیرند، یک برده مال 1 نفر است، خوب برای اون یک خدمت میکنه، چقدر تفاوت دارند. مثال برای مالهای خودتون که همین 2-3 روز پیش خواندید که شما مثلا یک برده داشته باشید، آماده هستید این برده شریک شما بشه، نصف مالتون را به اون ببخشید. لذا چطور شما برای بندگان خدا اعتقاد داری اینا قدرت خدایی دارن؟ خداوند عزوجل به وسیله آیات مکی عقاید را، توحید را در قلب صحابه بذر کرد. بعد از توحید معاد را، قیامت را. شما از سوره قاف نگاه کنید تا آخر سوره که نزدیک به 70 سوره هستند، سوره های کوچک کوچک، در همهشون بحث قیامت. خداوند اون قیامت را گویا فیلمش را داره نشون میده، به تصویر میکشه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت که خواندیم. رسول الله میفرماید امثال سوره تکویر و سوره انفطار که گویا ما قیامت را با چشم میبینیم مرا پیر کردند. لذا بعد از توحید الله عزوجل قیامت را برای صحابه جا انداخت، در دلشون اعتقاد به قیامت و همچنین اعتقاد به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به رسالت. داستان یوسف بیان شد، الله میفرماید تو اونجا نبودی که برادرانش چه مشوره میکردند. داستان زکریا و مریم بیان شد، الله میفرماید تو اونجا تشریف نداشتی که چه کار میکردند برای تکفل مریم، چه مشوره و چه قرعه کشی کردند. داستان موسی بیان شد با فرعون، بعد از اون به مدین رفت، الله میفرماید که تو اونجا نبودی که اونها این جزئیات را داری بیان میکنی. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، در اهل مدین مقیم نبودی که موسی چگونه صحبت کرد. همه این داستان ها را بیان میکنه. هی لابلای داستان ها استنباط است که این پیغمبر به حق است که همه را داره میگه چون وحی برش میاد. لذا ابتدا خدای عزوجل این 3 اصل را در دل صحابه کاشت: توحید،
رسالت، قیامت. بعد از اینکه اعتقاد درست شد، بعد از اون نماز نازل شد. نماز درسته در مکه مکرمه، اما سال 5 بعثت. بعدن الله عزوجل در سفر معراج نماز را فرض کرد که نماز مظهر عبدیته. بعدن به مدینه منوره که رفتن، زکات آمد و عرض کنم حج آمد و صیام آمد، بقیه احکام آمدن. و بعد از این نوبت به اخلاق رسید. ابتدا عقاید، بعد از اون اعمال، بعد از اون اخلاق. در سوره های مدنی شما نگاه بکنید، در سوره های مدنی تمام اخلاقیات هستند، تمام حقوق هستند. حق زن را رعایت کن، حق یتیم را رعایت کن، حق یتیم را پایمال نکن، مالش را نخور، میراث زن را بهش بده، غیبت نکن، سوء زن داشته نباش، همدیگر را به بدی یاد نکنید، طعنه به همدیگر نزنید. اینا تمام اخلاق هستند. یعنی الله عزوجل به وسیله قرآن رفته رفته قدم به قدم داره تربیت میکند که انسان چطور کامل میشه. صحابه اینگونه تربیت شدن و در آخر الله عزوجل، البته اول و آخر، در سوره های مکی هم نگاه کنید، در سوره های مدنی هم نگاه کنید، اولین توصیه قرآن و آخرین توصیه قرآن تقواست. میخوام بگم، این را عرض بکنم که حاصل و نتیجه کل این درس ها خدا ترسی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایتی برای اهل تقواست. لذا الله عزوجل از ما میخواد که تقوا داشته باشیم. صحابه را به سوی تقوا سوق دادن. و آخرین آیه‌ای که نازل شد بنابر گفته بسیاری از مفسران هم درباره تقواست. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از بازخواست در اون روزی که بازگشت شما به سوی الله است. ثم توفی کل نفس ما کسبت، هر نفسی از شما آنچه که عمل کرده به صورت کامل پاداش خودش را دریافت میکنه. بنابراین این خلاصه ای از درس های قرآنی هست که ما عقایدمون را درست کنیم، اعمالمون را اصلاح کنیم، تقوای خودمون را بالا ببریم و اخلاقمون را. بقیه معاشرت، اصلاح معاشرت خواندیم و همچنین معاملات، درباره ربا خواندیم، درباره عرض کنم بقیه معاملات خواندیم، درباره حق یتیم، درباره حق زن، درباره مهریه، درباره ارثیه. همه اینها اینا معاشرت هستند. همه اینها را الله عزوجل به ما میگه. ما وقتی که به همه اینها پایبند شدیم، عامل شدیم، میشیم مسلمان کامل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کاملا مسلمان بشید، نیم مسلمان. نه فقط نمازت مسلمانی باشه، دیگه در باب ارث هرچی دلت میخواد، در باب معاملات ربوی هرچی دلت میخواد، در بقیه مسائل هرچی دلت میخواد. لذا عزیزان، این خلاصه و پیام کل قرآن است. وقتی که انسانی در بس خودش را در اختیار قرآن میگذارد، این میشه مؤمن کامل. این میشه اون چیزی که حوری های بهشت انشاءالله انتظارش را دارند. الله عزوجل من شما را به وسیله این کتاب مبین تزکیه بفرماید. الله من شما را اصلاح بفرماید و رب العالمین انشاءالله که به ما استقامت نصیب بفرماید. همیشه در راه قرآن باشیم، با قرآن باشیم. اگر بعد از این برای شما فرصت های، موقعیت های در درس قرآن فراهم شد، تا روزی که زنده هستید شاگرد قرآن باشید و خادم قرآن باشید. حد اقلش اینه تو خونه هایتون روزانه تلاوت کنید کلام الله را. هذا کتاب انزلناه مبارک، همین امروز خواندید، مبارک باعث برکت میشه. سوگند یاد میکنم به خدای عزوجل که اون خانه‌ای که تو اون خانه همیشه قرآن تلاوت میشه، اثری از جن و جادو نخواهد بود. جرأت نمیکنه اونجا بیاد.
جایی که قرآن با قرآن آباد بشه. چرا ما این همه مشکل داریم؟ چون ما از قرآن فاصله داریم. لذا قرآن را همیشه انشاءالله بخوانید و دعا بفرمایید الله عزوجل این درس مختصر را هم به بارگاه خودش قبول بفرماید، استقامت نصیب بفرماید، به ما توفیق عمل عنایت بفرماید و الله عزوجل انشاءالله این را ذخیره آخرت همه ما و گذشتگان ما بگرداند. بنده که همیشه این نظر را کردم برای شما هم بگم که من اون چی که ثوابی اگر خدا به من داد من برای والدینم بخشیدم، دعای بفرمایید که الله عزوجل اونها را مغفرت بکند. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت الله الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمین، پروردگارا توحید را آنگونه که در کلامت توصیف فرمودی، آنگونه که دوست داری که بندگانت موحد باشند، در ریشه های قلب و قالب ما جا بده. پروردگارا ما را از بندگان موحد و یکتا پرست قرار بده. عقیده ای که تو از ما انتظار داری و در کلامت بیان فرموده، اون عقیده را، اون ایده را، اون دیدگاه را، اون ایمان را به ما نصیب بفرما. پروردگار ما را برای قرآن شاگرد راستینی بگردان، شاگرد مخلصی بگردان، خادمی برای قرآن بگردان. توفیق فهم قرآن نصیب بفرما، توفیق درک صحیح مطالب قرآن نصیب بفرما و توفیق عمل، توفیق تذکر، تدبر، عمل به همه ما نصیب بفرما و سپس توفیق نشر و تبلیغ معارف قرآنی. پروردگارا ما را به حقوق قرآن واقف و عامل بگردان. پروردگارا ربا قرآن را از ما راضی بگردان، از ما ناراضی مگردان. پروردگارا ربا
اله العالمین این امانت بزرگ که به ما عنایت فرمودی توفیق استقبال و قدردانی درست ازش عنایت بفرما. اله العالمین پروردگارا ما را به وسیله قرآن تزکیه بفرما، ما را اصلاح بفرما، تقوا نصیب بفرما، خدا ترسی نصیب بفرما، ایمان نصیب بفرما، آخرتی آباد نصیب بفرما، قبری پر نور و روشن نصیب بفرما. اله العالمین ربا بر ما لطف بفرما، ما بندگان ضعیف تو هستیم، ما بندگان گناهکار و عاصی تو هستیم، از سر تقصیر همه ما درگذر باش، همه ما را ببخش. پروردگار قلم عفو را بر گناهان ما بکش، بر جرائم ما بکش، صغائر و کبائر ما را معاف بفرما. پروردگار در درس قرآن، در کلام، درس کلام زیبایت دست گدایی به طرف تو بلند کردیم، اجابت بفرما. پروردگار اجابت بفرما و این درس را و این عمل را سبب مغفرت ما قرار بده. ما را ببخش، از سر تقصیر ما در گذر باش، گذشتگان ما را معاف بفرما، گذشتگان ما را مغفرت بفرما، بالخصوص والدین ما را، پدران و مادران ما را که رفتند، عزیزان و خویشاوندان ما را که رفتند، پروردگار مغفرت بفرما، روحشان را در بهشت بلند بفرما، قبرشان را پر نور بگردان. اگر مشکلاتی کسانی دارن مشکلشون را حل بفرما، برایشون فرج بیار اله العالمین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.